سلام، خوش اومدید به چنل پاسا موگوانگو. امروز اومدیم موگوانگ ژاپنی رو تبدیل کنیم به یک موگوانگ ایرانی. صبحونه ایرانی میخوایم. ببخشید، حالتون چطوره؟ حالتان چونه؟ بریم برای یه ویدیوی خفن. نون تازه هم دارم، ولی خب ببینید به دوستان، ما یه مشکلی توی ویدیو گرفتن همیشه داریم. من هر وقت که میخوام ویدیو بگیرم یه مدتی باید ستاپ آماده کنم، نودای پشتم یا بهتر بگم پشت شما چون جلوی منن و هر چیز دیگه. به خاطر همین صبحونه کردن سرش. مثلا این کده رو من یخچال برداشتم، ولی الان نرم‌ترین، انگار همین الان گاو. نه بخش کلی بهتون بگم اینطوری. و امروز اومدیم با بحث شیرین آهنگ. میخوام اول از این که شروع کنم، همین الان بیای تو کامنت ها خواننده مورد علاقت، جلوی همون کامنت آهنگ مورد علاقت هم ازش بگی. دوستم یه ویدیو هم اینطوری بگیرم در آینده. ولی حالا این داستان چیه؟ میخوام بگم که من چه خواننده‌ای دوست دارم، چه سبکایی رو گوش میدم. کلا در مورد آهنگ بیشتر این قسمت ها و چی شده اصلا. همیشه این چی شده اصلا هست با من بچه که بودم خیلی با آهنگ و موسیقی اینجوری که یعنی تو ماشین آدمی بودم که داداشم میخواستم بزنم، میگفتم نه بذار سکوت کله مسید رو بریم. نه همچین آدم بودم. بعد یه مدت بچگی از پاپای تو ایران خوشم نمی اومد، هنوزم نمیاد. اصلا دوست ندارم پاپای تو ایران. حالا با احترام به کسی که گوش میدن، ولی اصلا دوست نداشتم هیچ وقت. به خاطر همین اون قدیم رفتم آهنگ ابی، نهستی، نوشافرین. خواننده مورد علاقه من تو قدیم سیاوش قمیشی. چشمای منتظر به پیچ جاده، دلهوره های دل پاک و ساده. تو کنم الان کپی رایت میخوره چون صدام خیلی شبیه واقعا خودش. آره به من و این آهنگ ها رو گوش میدادم. تا اولین آهنگ که گوش دادم از سبک مورد علاقم یعنی رپ، خیلی داستانش داره. بر توی ماشین عموم آهنگ بازم کلان بود. اون ضبط هم خودش داستان داره، ولی توش آهنگ بازم کلان بود. بازم کلان پیچیده توی گوشه، همه کلان گیر میده الان. آره هیچ کس رو رضا. و من اینطوری هم که چقدر این آهنگ خفنه. و تو چه که این آهنگ رو گوش میدادم تا بعدا داداشم دید منم آهنگ رپ خوشم میاد، رپای دیگه ای برام گذاشت. بچه بودم و به آهنگ پنجشنبه ماست سینا ساری گیر دادم. پنجشنبه ماست هر هفته یه بار، پنجشنبه باز 1 2 3 4 بیداریم. نمیدونم درست خوندم، من خیلی وقت گوش ندادم، ولی پنجشنبه ماست جز بهترین آهنگا بود. اون موقع سینا ساری، سینا مافی و خشایار آریا کشیبیت الان. بعد رفت دیگه چه آهنگایی گیر دادم دیگه. آهنگ فیروز هیچکس، عمو فیروزه، سالی یه روزه، نه واسه هر روزه، قوزه بالا قوزه. و بعد اینا دیگه خودم رفتم آهنگ گوش بدم. یعنی خودم رفتم رپ دوستم گوش بدم. موقع مثلا رپی که داشتم میذاشتم گوش میدادم.
اونجا بود که من با خیلی از آهنگای دوست داشتم. همین الان که آهنگای مورد علاقه هم زیاده. آهنگی که واقعا دوستش دارم گیسه. قابیل از رضا. چرا قابیل خوندی؟ آره قابیل ازش که خیلی واقعا حال کردم. آهنگ قابیلش رو دوست داشتم. آهنگای دیگه تا اینکه همین تازگی ها از به حال ترین آلبوم یه آلبوم هایی رو دیدین گوش میدین این تک تک آهنگاش خفنه. شاید اصلا بقیه بگن نه ولی خودت میگی همه آهنگاشو دوستم. نیروانا یا به قول خدا رضا ریل 2 برای من همونطوریه. 7 آهنگش حالا دردسر و کمتر ولی هر 6 تا آهنگ دیگه رو خیلی دوست دارم. میشه نظم قبل سونه هیپ هاپ 2 نیروانا دیگه چیا بود زامبی بچه با حالا با بله قربان گفتیم تازه دادن به ما میگن چش سلطان. یه آهنگ دیگه هم که الان یادم بچگی بهش گیر دادن از همین آلبوم نمیدونم شما دارین کامل میبینین یا نه. این یه نامه ای از زدبازیه که بهترین آهنگش به نظر من فیت با هیچ کسه که چرا بدیه شما با ما چرا بدی. بس میم صداقه الان تر یعنی چی؟ یعنی خواننده های الان اینه. من اگه بخوام براتون ترتیب بندی کنم نسل که بهترینه. نسل 1 نور بوده این اند ماجرا. نسل 2 و 3 یادم نیست کیا توشن ولی خب خواننده خیلی از توشون دوست دارم. پوتک رو دوست دارم. شایعه رو دوست دارم. الان واقعا یادم نیست کیا چون میدونین در حد نسل 1 نه داستان داشتن نه نسل 4 الان توشیم دیگه بخاطر همین اصلا نمیدونم. گود به خاطر همین نسل جدید کیو دوست دارم. هود کیفور آیدیم داشت اسکوات چیه باندیم دوست دارم دیگه. TM و بعد TM همین زیاد میگن. آره حتی فکر کنم نسل 5 هم داریم. نه کلا نسل 5 دوستشو بخواین دوست ندارم. فکر کنم فقط داشت مشکی هم یک کس دیگه هست فقط چون من اینه شنیدم. ما حالا نمیدونم نه و به خاطر همین من داشتم یه روز فکر میکردم که من نویسندگیم خوبه. مسخره نکن آقای سوشی. من واقعا نویسندگی رو دوست داشتم و همیشه شعر مینوشتم. همیشه که نه 2-3 و 2 ماه پیش تصمیم گرفتم شروع کنم به شعر نوشتن برای خودم که آهنگش هم همین چند وقت دیگه میاد تو یوتیوب موزیک. اسم آهنگ میخوامه. یه تیکش هم اگه بخوام الان اسپویل کنم میشه من از مرگ نمیترسم ولی دلم مرگ نمیخواد. الان اصلا خیلی بده چون ناشتا دارم این ویدیو میگم و الان دارم با شما صبحونه میخورم. این ویدیو خیلی راحت نمیست میکنم چون یه مشکلیه که من تو ویدیو دارم همینه. من تا بخوام نمازم سرد میشه ولی خب صبحونه چون سرد نمیشه هیچ مشکلی ندارم راحت دارم میخورم و میگم. خیلی خوبه.
و خواننده مورد علاقه من کیه؟ رضا خواننده مورد علاقه منه. واقعا فکرم بالای 70 تا آهنگش رو دادم و باحاله واقعا. بعد من خب موسیقی اینطوری بودم، خودم کلاس سوم، اون دوران کرونا بود، دورانی که همه ماسک میزدیم و اصلا دوران عجیب و بدی بود. من یهویی تصمیم گرفتم برم گیتار و واقعا رفتم و شروع کردم به گیتار و تو همین امروز که هستیم من دیگه الان دارم میرم نهم. 6 ساله که دارم گیتار میزنم، سبک فلامینگو، و خوشحالم. کلا گیتار خیلی خوبه، پس شما هم طرفدار من باشی. و اینکه الان اینو گفتم یهویی میخواستم به اینجا برسم که هر کاری فکر میکنید نمیشه انجام بدید. نه یعنی نه میشه آقا، میشه چون اگه استارتش بزنی میشه. سخته، میشه. یکی آسونه میشه ولی میشه. پس بازی گرگ و میشه. بخور تا خورده نشی. یه چیزی که من بگم، اصلا در مورد امروز هر حرفی نزدم. دوستان من صبحونه واقعا نمیخورم، خیلی کم. صبحونه گرم، مثلا چیزی از شام مونده باشه اونو میخورم. صبح اصلا اینجوری کردم برای شام میخوام، معدم اینطوریه که داداش فازت چیه؟ اصلا فکر کنم من پنیر خامنه‌ای و کره و اینا اصلا نداریم تو معده من. اینطوریه معدم که من واقعا با صبحونه مشکل دارم. یعنی حس میکنم که نهار و شام خوبه ولی صبحونه نه. صبحونه دشمن اول و آخر من با سوسک بالا، سوسک عادی نه، سوسک بالا. یا با من سوسک بالا دیدم. آره من یه بار خیلی عجیب بود، اون سوسک نامرد به من حمله کرد. که این روزگار خیلی بدتر از این است که یک سوسک به تو حمله کند، اما آن سوسک مرا کشت و در دانه خود. آره اینطوری شما همیشه شعرها رو من یاد بگید. ماه بعد back to school English رفتیم مدرسه، به استاد فاضل من شعر هنو بگین. آره بگین که سوسک شعریه که اصلا بیلبورد سوسک ورزشکار زیباست مثل یک هنر. به ببخشید. و تا همینجا من فکر کنم دیگه خیلی گفتم. عذرخواهی هم باید کنم که هفته پیش ویدیو ندادیم، اینترنت ها واقعا خراب بود و چهارشنبه هم دیگه نذاشتم، بخاطر این کلا کنسل کردم که امروز براتون سه‌شنبه آپلود کنم و شما ببینید. حالا زودتر هم شاید بشه ولی کلا نمیخواستم دیرتر به هیچ عنوان بشه. مرسی که ویدیو دیدید. لایک و ساب و حال کردی بزن، حال نکردی نزد. پس بدرود.